ما یه قصه گوی دیگه از یک کشور دیگه دعوت کردیم که شما مدل قصه گویی توی کشور دیگه رو هم ببینید. خانم سحر شهادی هست از کشور لبنان. حمدي أول شيء السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم من أرض لبنان المقاوم. سلام عرض میکنم خدمت شما از یه سرزمین مقاوم. گفتن که الان نیاز نیست از قهرمانان خیالی صحبت کنیم، چون همه قهرمانای واقعی داریم که داستانشون رو رسه بچه‌مون تعریف کنیم. مستعدين نبلش؟ آماده شروع کنیم؟ که به عقاب خالی نگاه میکرد قلبشم مثل اون قاب خالی روح میشد. ولما نشتاق تا کنی مثل این قابی که توش هیچ عکسی نداره. شو بنعمل؟ هيدا التليفون شو بنعمل؟ جا که وقتی که پدر مادرتون پیشتون نباشن دلفند کسی باشه چی کار میکنی؟ تلفن میگیری. محمد سعی کرد که بتونی تلفن بزنه. گوشی رو برداشت و كلنا سوا نعلي تليفوناتنا هيك بالخيال ايماجن و زنگ زد.